سلام. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یه قطعه متن خیلی کوچیک و عجیب که از یه ابزار تولید تصویر با هوش مصنوعی اومده. شاید در نگاه اول بی اهمیت به نظر برسه، اما قراره با هم کالبد چکافیش کنیم تا ببینیم چه داستان بزرگتری در مورد تکنولوژی و رابطه ما با اون تعریف میکنه. خب بریم سراغش. این متن رو ببینین. اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که خب این یه باگ دیگه، یه خطای فنی ساده. اما اگه یه چیز بیشتری پشتش باشه چی؟ یه معنی پنهان؟ میخوایم مثل یه جور باستانشناس دیجیتال به این قضیه نگاه کنیم. یعنی هر تیکه از این متن رو برداریم و با دقت بررسی کنیم تا ببینیم در نهایت به چه تصویر بزرگتری میرسیم. خب اولین قدم اینه که سرنخ‌ها رو از دل این متن بکشیم بیرون، تیکه تیکه بریم جلو. اولین سرنخ به ما میگه که اصلا کجا هستیم. این متن از یه مولد تصویر هوش مصنوعی میاد. یعنی ما توی یه فضای خلاقیت هستیم، جایی که با هوش مصنوعی تصویر ساخته میشه. این زمینه خیلی مهمه. سرنخ بعدی کلمه ساده لودینگ یا همون در حال بارگذاریه. شاید ساده به نظر بیاد ولی مهمه. این کلمه یعنی ما توی لحظه گذار هستیم، یعنی سیستم داره آماده میشه که یه کاری انجام بده، یه جور مکس قبل از عمل. و حالا میرسیم به قلب ماجرا، این تکرار عجیب و غریب عبارت خودت رو اضافه کن. چرا دقیقاً این جمله و چرا اینقدر تکرار میشه؟ انگار داره یه چیزی رو هی به ما یادآوری میکنه. خب ببینید، این دیگه بعید فقط یه باگ ساده باشه. این بیشتر شبیه یه دعوته. یه دعوت خیلی خاص. حالا بیایم ببینیم این دعوت واقعاً از ما چی میخواد. اینجاست که سوال اصلی پیش میاد. طراحای این سیستم خیلی راحت میتونستن از یه عبارت استاندارد استفاده کنن. مثلا دستور خود را وارد کنید. پس چرا یه عبارت انقدر شخصی رو انتخاب کردن؟ اینجا تفاوت رو قشنگ میشه دید. ببینید، یه فرمان مثل دستور رو وارد کن یه چیز دستوری و بیروحه. یه فاصله بین شما و دستگاه ایجاد میکنه. اما یه دعوت مثل خودت رو اضافه کن خیلی شخصیه. انگار ازتون میخواد شما هم وارد بازی بشین. این همون نقطه‌ایه که همه چیز رو تغییر میده. این دیگه صرفاً دستور دادن به ماشین نیست. اینجا از شما خواسته میشه که خودتون، هویتتون، خاطراتتون یا سبکتون رو بیارید توی این فرایند خلاقانه. فقط همین یه عبارت ساده، یه داستان بزرگتر رو در مورد رابطه ما با هوش مصنوعی تعریف میکنه. اینکه چطور داریم یاد میگیریم با این ابزارهای جدید حرف بزنیم و باهاشون یه جورایی شریک بشیم. این روند رو میشه تو 3 مرحله خلاصه کرد. اول فقط دستور میدادیم. بعد رابطه ها نزدیکتر شد و رسیدیم به همکاری. و حالا به نظر میاد وارد مرحله یکپارچگی شدیم. یعنی جایی که از ما میخوان بخشی از خود ورودی باشیم. پس نکته اصلی اینه. این زبان دیگه رابطه کاربر ابزار نیست. خیلی عمیق‌تره. این سیستم دیگه از شما دستور نمیخواد. یه تیکه از وجود خودتون رو میخواد. پس ببینید چطور شد. از یه متن در و هم برم روی یه صفحه لودینگ شروع کردیم و رسیدیم به یه سوال خیلی عمیق در مورد خلاقیت. و فهمیدیم که این یه انتخاب طراحی خیلی هوشمندانه و حساب شده است. انتخابی که از ما میخواد نقش خودمون رو توی این فرایند خلاقانه بازنگری کنیم. و این ماجرا ما رو با یه سوال مهم تنها میذاره. وقتی یه اینترفیس به شما میگه خودت رو اضافه کن، شما دقیقاً کدوم بخش از خودتون رو دارید اضافه میکنید؟ خاطراتتون، سبکتون یا یه چیزی عمیق‌تر از اینها؟